پرویز وکیلی را در ترانه‌سرایی نو باید از پیشگامان به شمار آورد. عطاالله خرم آغاز همکاری با او را به یاد می آورد. یه جوان اومد و خیلی مؤدب و اینا گفتش که آقای خرم من شعر میگم. خب خیلی میمدم پهلوی ما ولی شعر نبود. گفتم ببینم آقای یک تا شعراتون رو ببینم. جرار که دست شعر داد دست من نگاه کردم نه این شعراش مثل این خیلی خوبه، سوژه داره، مطلباش نوعه. گفتم باش آقا با هم قرار میذاریم چیز کنیم. چه بالاخره اومد و شروع کردیم با هم کار کردن. یک چند تا کار برای من درست کرد که پخش کردیم از رادیو. فکر میکنم اولیشون خواب ناز بود. نیمه شب آیی به خوابم پرسی از حال خرابم. نیمه شب آیی به خوابم پرسی از حال خرابم، نرم و شیرین می نهی پا روی چشمان پرآبم، می فشانی گیسوان بر چهره من، می گذاری خود سر من را به دامن، می ربایی بوسه ای شیرین ز رویم، خود براری در دل خواب آرزویم. آه در میان گریه میپرسی ز من از آن لب نوش، باز این تو هستی نازنینم کردی ما را فراموش، چون ز خواب ناز دوشی سر برون آرم سحرگاه، میکشم با یاد تو از سینه افسرده اما. عاشق دیوانه من با دل خونت چه سازم، بشنو این افسانه من، عاشقی آگه به رازم، نیمه شب در پرتو مهتاب رخشان، بینمت آشفته و خاموش و گریان، می کشی چون سایی دامن به سویم، خسته و آزرده می آیی به کویم. اشک سوزان از سر مژگان به یاد من میفکن، بگذر از افسانه من عاشق من، عاشق من، گرچه پنهان گشته رخسار تو از چشم تر من، کی رود عشق تو بیرون از دل غم پرور من.